کار شما؟ فدای تو. خوبی؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم. بوده بکشش. برای آزادی ایران کثافاتو بنداز بیرون. به زودی قول میدم بهش. امیدوارم. به زودی این آخوندهای پتیاره رو بندازون به گزه کثافت. مطمئن باشین سرنگون خواهیم. دست همه درد نکنه امروز اومدم. همه با شرف ها اینجا. همه با شرف ها اینجا. برم از بالا می مقدار فیلم بگیرم از شما، اما دستم یخ بست. دستم یخ بسته. یک فیلم از اینجا بگیریم برای شما عزیزان که بدونید ما در استکهلم نشستیم. جمعیت استکهلمیان. درود به شرف یکایکتون. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی نابود باید گردد! 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 Kära vänner, vi fortsätter med våra talare. Det är väldigt kallt ute. Vår nästa talare är Shima som kommer att läsa en kort dikt för oss. Välkomna Shima! این شعر رو میخونم برای تمام هموطنهای ایرانیم در سرتاسر دنیا و به خصوص ایران. درود بر شما. امید ایرانی آزاد و پاینده. کاسه 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 سر، باده 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 جان، جرعه جرعه خون وطن، خانه خانه ویرانه، تاراج کرده ما را این آخوندک دیوانه. تو فقیه و ما فرزانه، تو والی این میخانه، ما خار و خس دورانیم، تو گورکن این ویرانه. درود، مرسی. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! سپیده از طرف تو، سورنا جان، آروشان، همه عزیزان، زندیق گرامی، دیگه کی؟ بوی خاک عزیز. مرگ بر جمهوری اسلامی! Ned med diktatur! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! دیگه نمیتونم فیلم Vår بگیرم، nästa دستم یخ talare بست. är Afshin Sjöf från Green Democracy. Kom Afshin! مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای. دوستان، کدام دو نفری رو در این جمعیت پیدا می کنید که نظر سیاسی 100% یکسان و شبیه داشته باشن؟ هیچ دو نفری رو پیدا نمی کنید، بهتون قول میدم. ولی دوستان عزیز، همه ما در یک نقطه، همه ما هم مشترکیم. انکارناپذیر دوستان، سرنگونی جمهوری اسلامی. برای احقاق حق مردم اینجا جمع شدیم. این نکته انکارناپذیره. هیچ فرقی نمیکنه که من اون مردم رو هم زبانم میدانم، هم قومم میدانم، هم ملیتم میدانم، یا تنها دید انسانی به اون مردم دارم. هیچ تفاوتی نمیکنه.
مسئله اصلی اینه که دلبستگی از هر نوعی که میخواد باشه، هر تعریفی که میخواد این دلبستگی داشته باشه، دلبستگی بین ما و اون مردم هست که باعث میشه پس از کمترین حرکت اعتراضی اونها، پس از کوچکترین رفتار اعتراضی اونها، ما واکنش نشون بدیم. اینجا ما به خیابونها میایم، ما اعتراض میکنیم، ما تظاهرات میذاریم، اکسیون برگزار میکنیم، کنفرانس میذاریم، اعلامیه و قطعنامه صادر میکنیم. دوستان این دلبستگی از هر نوعی که هست و هر تعریفی که داره انکار ناپذیره. بیاین تو خیابون، بهش نشینید پای کامپیوتر، نشینید تو خونه رادیو گوش کنید، بیاین بیرون. دلقک‌های جمهوری اسلامی جمع نکنین مردم پای پیسی. بلیت هواپیما من براتون میخرم، بلیت کیشم خواستی من براتون میفرستم. جوونا رو جمع نکنین پای پیسی ها. دوستان ما نقاط مشترک دیگری هم داریم. همه ما میخوایم، همه ما به دنبال این هستیم، همه ما این خواست رو داریم که اجازه داشته باشیم نظرمون رو بیان کنیم.